به سادات کلاس روم خوش آمدید. زمان حال چهار حالت مهم دارد. 1. I cry گریه می کنم هر روز. 2. I am crying الان دارم گریه می کنم همین لحظه. 3. I have cried گریه کردم قبلا. 4. I have been crying مشغول گریه کردنم مثلا از صبح. گذشته چهار حالت مهم دارد. I cried گریه کردم مثلا دیروز. I was crying داشتم گریه می کردم مثلا 1 دقیقه پیش. I had cried گریه کرده بودم مثلا قبل از این که تو بیایی. I had been crying مشغول گریه کردن بودم مثلا اون لحظه که تو نو رسیدی. زمان آینده چهار حالت مهم دارد. I will cry گریه خواهم کرد مثلا اگر در آینده اتفاق بیفته. I will be cried در حال گریه کردن خواهم بود. I will have cried گریه کرده ام. I will have been crying مشغول گریه کردن خواهم بود.